قصر غم، فیلم بهرالدین صبور. در نقش ها ماهپیکر یاروبه، فیروزه رحیموه، نظیرمد موسایف، بهرالدین صبور، زلخمار ابراهیموه، گلبهار غفاروه. مؤلفان سناریو بهرالدین صبور، فردوس رحیمов. کارگردان تهیه‌گر صلاح باقیев. نواربرداران طاهر شریپов، رجب علی محمودов. آهنگساز الهام مرادov. قسم 3. آی خدا جون، آی سرم درد میکند، آی نفسم تنگی میکند. میدونستم یکان دکتر گرفته میآوردم. پیش از رفتن گفته بود که حالم خوب نیست، لیکن من از خرسندی اهمیت ندادم. خدا جون، مویا نترسونی. آخر در همه خبرز خرسندی ما همه یک جا سری خان نشسته خرسندی باید میکردیم. شما باشه در این احوال. بیمارخونه ببرم اوچه جان؟ سارا جان تو کم تا پیش کودک داشتی من یه خواب ببینم. باش؟ ها خدا مبارک شود. خواهی جان چی شد به شما؟ نفسم تنگی میکند. حواس از بین شد خانه. کمی مرا تنها گذارید. سرمه خوشش من هم برم؟ ها، شما هم برید. انیق؟ انیق. بلش لازم. این قشلاقی خونم رو بزرگ کردند. هر چی زودتر پایشان رو کندن لازم. چی باید کرد؟ این روز رو من خیلی انتظار بودم. وقتش اومد. به آرزوها میرسم.
بیا جانک بیا تو هم رنگی صاحبت یک روی کرده کن نمیدی ها؟ اکنون باندی هر دیت در دستی من است جانک رفتیم جانک یک روی نکن یک خوشکاری پد بیا گفتم جانک اینجا بیا جانک موقعی تو آشنا فهمیدی؟ رفتیم جانک رفتیم جانک پیش گونچه گل می رویم بیا ایستو یک ما بینم رفتیم بیا با فکرم سفر رو به هفته دیگر میگذارم. بله مادرم کمتر سلامتیش خوب نیست. آچای نیلو میخیزیم روزم بی وقت شد رویم من با خدا گپ زنون کنم اگر روزی شوند تو چیله‌هاش برومدن نیلوفر همراه همون بریم. تست کن نباشن اوه جانی که من از سر تا بگاه یگان چی نخورده است گوشنه من انتظار تست کن آچای نیلو شدی همون جانی کرد این ما در چی خیال و فلک در چی خیال حاضر میپرسم. تست کن نیچه اوچش اگر حالت نقش شده باشد خیز نزدی نبیره روی اوی سرمی مدار ندارم. مرحمت بیا خدا جان مرحبا. میبخشد. بشه خدا جان شکر که حالتون بهتر شد. اگر اجازت میدادید نیلوفر رو همراه همون میبردیم چیله‌هایش رو اونجا میبرآوردیم بعد میآوردیم. شما کمی بیمار و شما دشوار میشود نگاه کردن کودک. نه خدا جان در این شرایط زمستان تشویش های دیه زیادن شما میتوانید همراه نبیره چه ایستید؟ نه رحمت خدا جان رحمت با اجازت شما ما میرویم. اوچش نغز روید. خدا جان حاضر من با امید میگویم تنشنه تره بلش هی نیل جانی دختری با اقبال بودی این خانو داره بینو هزاران دخترای ارزویش در انمی خیلی قصر زندگی کردن آشکی جانت شود نیل جان. اپای غنچه شما از کجا دانید که در این قصر من بغیر از هم دیگر چیزی ندیدم. خونچه میرویم. دخترم خداوند نگهبانت باشد. مایدچه احتیاط کن. اگر یکون چیزا نفهمیدی از خوشتومنت پرس. آشا جان اقلان همیشه نمیسته نه بچه اگر تنها باز میبیم خدا خواهد. خیلی رفتم خونچه با میبیم خدا خواهد نیل جان احتیاط کن مایدچه. ای خدا جان ای خدا خیر نگهبانت. پناهت به خدا خیر ناز روید من خونچه تو منو شرمنده میکنی. از سر یک پیال چایم ننوشتیم گوش نموندم آخه ماشین به میخورم از جایی فکر میکند که این زیافت خورده خودش سیر شدو من گرسنه جشتیم جانیک من آمدم جانیک چه؟ کنتون جانیک چی هم یافتی وقتی شوخی تا؟ بابا چه؟ کنتون جانیک بس کنه که مسکر بایسته کجای باشی کنی ایسو برا؟ بالوچه عظیمت را میابم تو اینجا نشدی ها؟ نیست؟ جانیک ما آمدم کنی تو
جونیک منو توقف نکن کنی تو توبه بیشوخی نیست کو جونیک جونیک لامه کفا تیز برون گفتم کجا با تو شوخی نکن قدیما جونیک نیست آخه اینجا جونیک غونچه با کجا خسارسی ما؟ باز برگو معرکه دیر موندستی ای حضور وقتی معرکه چی شد؟ جونی که ندیدی؟ نه ندیدم خیر با فکرم ایشوشا بسیارتر جانی که دوست میدارن پرویز جونی که ندیدی؟ اوچه نیلو اوچه نیلو اوچه نیلو اوچه نیلو اوچه نیلو ها جونیک نیست چه نیست؟ امی خیلی نیست جونیک چی کاری کردگی اما چی برای چی شهر رفتم منه؟ داری آقل محکم نکردی؟ ای سر بر وقت برومدم خونه یادم نیست محکم کردم نکردم نمیدونم ای آرام شو کجا میشه؟ در همه قشلاق میابیم اوه یگا بر نپرسیده یگا اونجا نمیرفت کجا میرفت کی؟ چیکار میکنم اوچه نیلو؟ چیکار کنیم اوچه نیلو؟ Salam aleyküm. Hüseyin Bey, tüm belgeler hazır. Sadece sizin imzanız gerekiyor. Size iyi yolculuklar diliyorum. Allah utandırmasın. Allah işinizi rast getirsin. İnşallah. Bu proje inşallah bize bir katkı sağlar. İşimizi kolaylaştırır. Allah yolunuzu açık etsin. Teşekkürler. İyi yolculuklar. Teşekkür. Allah işinizi rast getirsin. Hı. Allah sizi utandırmasın. Teşekkür. Teşekkür. Hop. رحمت بچم سوراخنی در پیش کودک چی؟ از حوض سوراخ کودک بام خیلی تیز رفته جیغ زن باید نبیره چی است؟ سوز بودگیست من از کجا میدونم شکل سوز بودگیست تو حال ندیدی؟ تو همون کودک رو هم چشمی دیدن نداری نشون دهد که بینم همین که با اتاقش میدارد دیگه از آنجا نمیبرد چی؟ یا من پشت دری وای با پوزبان شده ایستم تو که اسلام میشوی ها خیزه شد رم کودک رو نگاه کن خیز من رفت حاضر برای کودک کلیبل میخرم چی؟ برای کودک دو روزه کلبل؟ یه حالی وقت و ساعتش میرسد هم کلبلش میخرد هم کلسکش میخرد هم دیگرش خوش آمدم کودک دیدی مادر فراموش کردی
توبه کردمی هوش و خیالشون در کودک اینوی همشون شین محمد توی وقتی پا بکنده یافتی من شب خوابم نبود باز چی شد؟ از زیقی خونو جگر شدم به جانیک موندم گفته اینجا بیا تیز اینجا بیا حاضر من اینا چوب کر آمدم تمام محله با اینا چسبون فهمیدی ها؟ این شهر نرفتم و دردی سر کردم خودم با حسوتی شهر خوردم و به جانیکم موندم خبینه من اپای غمچه اگر یازنه را خیمه کفتالی که ها آمده بود ای خیلی گپا یک طرف بمون تمام محله با چسبون فهمیدی ها محمد حاضر خودش من نزدی چی رئیس محله میرم محمد حاضر ها حاضر برو فقط با خونه اینا امیر حیدر با کروتو گفتم السلام علیکم رئیس خبر نکنم السلام وای دابروتوتون ساکا کراس من از شما برافته بودم بخیر باشه آخه بخیر نه جونیک گم شده است جونیک درک داریم ما درک داریم چیکار کنم رئیس جان با الیتسه روم میلیس خونه روم با کجا عرض کنم رئیس وای من نکن غنچه گوسفندی جان همه شود در همین چراگاه است در همین محله از محله تا حال یگان چیز گم شدگی نیست زیغ نشود پا دهمی گونجو چریده سای میویم شا در همین جای یگان زمین های کشته کدام زمین ها من همه جای دیدم همه محله دیدم نیست در یگانجا او جاهایی که من قطیش میرفتم در اون جاهای هم نیست در کجا باشد رئیس جان دراز با جانی بابا لالا بابا خوش آمدی وای 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 تو زور بچه زوری بابا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله دادا جان من میگینی کراچی مانم با تو کدام نوع معقول است؟ از من مادرم پرسم تو به همون مادرت نام مانده نمیتوانی مادر وای تو جانی وای تو ملدیست وای تو قنزم وای تو جانی مبارک بچه جان ما برای نیمیک نام فکر کردیم چی نام بمونه؟ این با من چی دخل دارد؟ رفت دادا تپرس تا من نخواهم تو از یگان جا یافت نمیشوی برای یافتن تو باید صاحب جانکت خواهشی مرا اجرا کند انا ها غنی؟ بابا چه تو؟ ناقص
جونیکا ندیدی؟ نه باز چی شده است؟ چه با چی شده است؟ تو نمیدونی؟ نه نمیدونم. تمامی محله جانی که من کفتکو میکنه تو نمیدونی؟ همه جلو با ایوانای زدگی. نه کجا میرود از این محله آباد؟ خدا گیرد و گوشنره کسی در گوشت گوسفند فوریده چی؟ با همون گوشتی گوسفند میخوردگی دندوناش یخته نکنم با از خودت سر کره دهانت به نگاه کره گبزن تمام چیزی نگفتیم. جهل من نبیا گوشتی گوسفند میخورده است غنچه جانی من غنچه جانی آها از آغاز این کودک بدتر میشوی و بهتر نی مایلش بیو کلی او چند بار گفتم که باری وزنی نبردو حاضر محمد میبید خودش جابجا میکند مالش خاله جانم میرشو میبرم تمام وای قدر خودت عذاب نده محمد او کجا میگردی؟ الانهای اپای غمچه را پان کردم او بیا کاری وزنی خودت کن کلین از هر روز کشولا کرده گشت است همه کاری وزنی کرده نمیتونی نگینا جان اینقدر کودک شیرین نامش هم خوشروی عثمان نامش را خودت گذاشتی من دیگر کار ندارم که نامش رو فکر کنم نامش رو بابایش گذاشته است قدمش نیک باشد اگر قدمش به مثل مادرش باشد من روی سلامتی رو نمیبینم اپا حالتون خوب است گو ناشکری نکنید آدم ها در نخونی فرزند زارند شما علکه بیبی شدید در یک سال همین درگوش های من همین نصیحت های تو نمیرسید از این خیل کریم به کریم بودنم 100 مراتبه خوبتر است نمیدونم چه کودکش رو نگاه بین میکند که از صبح تا شام وق گودک هیچ نکی جمع شود عصبام خراب شده است آخر حالا این کودک معده است گویا کودک های شما در وقتش گریه نمیکردند گوش کن تو چی اینقدر پشتی وای افت خونوکه میگیری؟ با تو کلینی من عزیز می یا اپد؟ من نفهمیدم از بجایی که گوید اپا جان من شما میفهمم عصباتم خراب شدگی به دیاردم چن این پشتی همه افت خونوکه با میگیرد جونیکچمه اگر من توی یوام عموما از نزدم دیگه دور نمیکنم جونیکم الو السلام مردک نیافتیم ولی جونیکا خد چه настроение میشه داخل خودتون فکر کنید
ای همین دوری تو یک طرفو این چی بلایی که به سر من آمد یک طرف. آخه چه خیزیق نشوم. این یک مثل کودک بود که روزی در روز با همین آواره میشدم. دیدم رئیس محله، دیدم گپ زدم. نه هولی ای آخه از کجا کودک دار میشم؟ تو 7 سال دیگر در همون رسیه گشتن گیر؟ مالش خوب شد است مردک. شما هم خودتون احتیاط کنید. مالش برای کار. خب چی که شد من با زنگ میزنم. خیر پناهتان به خدا. اگر جانی کت را زنده دیدن خواهی کفتو کابرو بس کن. چی اومده؟ اگر جانی کت را زنده دیدن خواهی کفتو رو بس کن. نفهمیدم این کی؟ خاموش کرده شد. گریان کن آخه تلفونتا. SMS فرستاندم و میفرستانیو. چقدر زنده خواهی دیدم. آخه تلفون تا خوش کن. جانکشو نسرین چخیر ما بزن شکم سیر کن. آوازه گم شدنی تو در تمام محله پهن شده است. ستاره محله شده ای. همین خیلی رفتن گیرد ما هم با مقصد نرسیم. خیلی جونی دادش بو خولیگانی نکنیم او چشه غم نمیتن شری دادش خودت عثمان رو احتیاط کن. خدا خواهد من یکون هفته پس برمیگردم. بله سفرت نیک راحت سفید خداوند یار و وفا دارد. الله اکبر.
تمام مردم محله فکر میکنند که من همیشه در فکر خوردن و خرسندیم، لیکن هیچ کس نمیداند که پشت این همه خنده و شوخی ها چقدر درد بزرگ پنهان است. همیشه حرکت میکنم که غم و دردم رو به کسی نشان ندهم. پیوسته کوشش میکنم که به مردم خوشی بخشم، اما این دل غمبار خود را هیچگاه شاد کرده نمیتوانم. آخر خنده فرزند است که زندگی را رنگین میسازد. خدایا، روزی میشود که من هم مثل دیگران صاحب فرزند شوم. دنیا خیلی بیرحم است، لیکن من از رحمت تو ناامید نیستم. خدا جانم، ای خدا. امروز باوری مردم با محصولات شرکتی ما خیلی قوی است. خب ما واسه از اونی که سال 2020 برای تمام مردم سیاره خیلی خطرناک، لیکن فعالیت شرکت ما خیلی آمادگی کارخانه در موسم سال 2021 چگونه است؟ عین حال دستگاه‌ها و خط‌های استحصالی کارخانه پورا فعالیت می‌نمایند و استحصال آب‌های نوشاکی را در ظرف‌های پلاستیکی و شیشگین، آب‌های گازدار، بی‌گاز و خوش‌طعم را پورا به راه مانده‌ایم و به باوری کامل گفته می‌توانیم که بازار داخلی و خارجی را به محصولات تر و تازه وطنی تامین نماییم. خیلی ما از جانب شعبه مارکتینگ در سال 2021 نقشه داریم که محصولاتی که شرکت ما استحصال می‌نماید در طریق آینه‌های نیلگون با دیزاین نو پیشنهاد مشتریان خود نماییم. شما می‌دانید که نقشه کاری ما در سال 2021 این است که محصولات وطنی سیاه رو به بازار جهانی ببریم. بسیار است، کوشش کنید. در بین چند روز شد استعمال نکردم. تاثیرش میرسیده باشد. امروز هفتم روز شد. این جوگی هم میومده گیز یک روز نه یک روز. همین قدر رو خورم به فکرم بهتر میشوم. همین قدرش رو خورم به فکرم بهتر میشوم. این دردی پوچه‌هایم باز نشد که نشده. وای پوچه‌ام درد می‌کنه. وای پوچه‌ام شد داشتم. وای پوچه‌ام می‌سوزه. وای خاله جان پوچه‌ات ناجوقم. Yanga Usmon giradi.
گوجا من حالا بس نگفتم